یکی از بازی‌های دیگه ذهن که تو رو از لحظه حال دورت کنه و غرق افکارت کنه داشتن ایگوه. ایگو یعنی خودتو همانندسازی میکنی با یه سری هویت‌ها و اشیایی که مال تو نیستن ولی ذهنت به اونا مالکیت میبخشه. بذار اینجوری بهت بگم، یه بچه رو فرض کن که یه اسباب بازی که داره گم میشه یا خراب میشه، حالا فرقی نمیکنه اون اسباب بازی یه ماشین برقی که اون قیمت باشه یا یه اسب کوچیک پلاستیکی و چوبی. علت رنجی که اون بچه بعد از این قضیه میکشه اینه که ذهنش، ایگوش به اون شی هویت بخشیده، اونو مال من، دوست من، همبازی من میدونسته و وقتی که بچه اون چیزو گم میکنه یا خراب میکنه احساس میکنه بخشی از وجود خودش رو گم کرده و علت رنجش هم همونه. حالا این موضوع شدت پیدا میکنه، بزرگتر که میشی ایگو میاد این قضیه رو میاره روی ماشینی که داری، روی خونه‌ای که داری و به اونا مالکیت میبخشه و بهت میگه که پیشرفت تو، ارتقای تو با این چیزها خلاصه میشه، با داشتن یه سری هویت‌های الکی و اشیا. وقتی که اون ماشینی که داری، اون خونه‌ای که داری خراب میشه یا از دستش میدی، انگار یه تیکه پازل وجودتو گم کردی و ذهنت بهت میگه که داری اذیت میشی و بدون اون تو هیچی. حالا دولت و سیستم هم از این قضیه دارن سوء استفاده میکنن، اومدن یه سری چیزا بهت میگن باید برای ادامه حیاتت داشته باشی که اصلا ضروریتی به داشتن اونا نداری، ولی میندازن توی یه چرخه، باید سگدو بزنی پول در بیاری اونا رو بخری که زندگیت بچرخه. این وسط حالا میان یه سری سلبریتی ها رو میارن اینجا، میگن خب این سلبریتی فلان برندو داره، تو هم اگه این برندو بخری بپوشی میتونی شبیه اون باشی یا بهت هویت میفروشن. تو هم اگه فلان عطر رو بزنی خفنی، اگه فلان ماشین برندو داشته باشی هویت خفنی میتونی داشته باشی. ذهن دیگه ایگو میخواد گولت بزنه. حالا چه جوری میتونی از ایگو خلاص شی؟ باید فدا کنی عزیز من، باید یه سری میل هایی که ایگو بهت میده که همون نفس حساب میشه رو فدا کنی. شهوت، پرخوری، میل به مواد و چیزای زودگذر، هر چیزی که نفست فکر میکنه با داشتن اون هویت بهت میبخشه، باید همه اینا رو فدا کنی، رها بشی. از زمین که رها بشی، سبک بشی، عین یه بادکنک میای تو فرکانس‌های بالاتر و دیگه اون موقع ایگو واسه تو تصمیم نمیگیره. این تویی که تصمیم میگیری تو زندگی چی حالتو خوب میکنه و دیگه به صدای ذهنت باج نمیدی.